چرا ما از مرگ فرار میکنیم، میترسیم ولو در مسیر حق باشیم؟ اصحاب رسول الله و بزرگان دینی ما این رقم نبودن. با ضربه خوردن میگفتن فزت و رب الکعبه. میفهمیدن ملاقات پروردگار خود میریم. میگفت اگر من کسی بکشه خب با ملاقات پروردگار خود میریم. من میرم میخوایم زندانی بکنین با پروردگار خود من خلوت میکنم. انسان کسی را دوست داشته باشه زیاد بزرگترین خوشی همیست که کته از او تنها باشه. میگه در زندان ما با پروردگار خود خلوت میکنم. مرا تبعید بکنین در زمین الله سیر میکنم. چی چیز بیشتر از این کرده میتونی؟ معنویت انسان را قدرتمند میسازه. انسانی که باورمند به الله هست، انسانی که محبت الله در قلبش جا گرفته باشه از روز جزا نمیترسه. به معنای از این نیست که غافل است از حساب کتاب الله. نه، برش آمادگی دارن. جالب از اصحاب رسول الله من پرسان میکنن که قیامت چه وقت است؟ یعنی گویایی که اونا منتظرن. پیامبر ازشان پرسان میکنن چی آماده کردی برش؟ مالک یوم الدین چی برش آماده کردی؟ گپ جالب میگه. میگه اعمال ندارم پر الله پیامبر را دوست دارم. این مفاهیم ایمانی در قلب اونا زنده و بیدار. ما از این نعمت ها محرومیم. به یاد ما نمیآید. از نعمت محبت الله محروم شدن از همه نعمت ها محروم شدن است. گاهی وقتا آیا به خود فکر کردیم که در قلب ما محبت الله پیامبر وجود داره؟ او محبت الله پیامبر باعث شده بیای از پیامبر وقوع قیامت پرسان بکنه. عجیب است. قیامتی که در قرآن کریم خیلی خطرناک معرفی شده، خیلی خطرناک، که همه هستی به لرزه میآید. این از او پرسان میکنه چه وقت قیامت میاد رسول الله؟ چرا تو از این پرسان میکنی؟ محبت الله در قلب من است. انسانی که محبت الله در قلبی باشه در عبادت الله باز غافل نمیشه، از عبادت الله فرار نمیکنه، از مواجه بودن با الله و از راز و نیاز با الله خسته نمیشه. قلبش در مقابل الله خاشع هست. ما این حالت نداریم. از عبادت خود فرار میکنیم، از ملاقات پروردگار خود فرار میکنیم. توقعی نجات در روز قیامت را داریم، توقعی رسیدن به رضایت الله و ملاقات پروردگار خود داریم. با چی چیزه؟ با ایمانهای ضعیف ما که با کوچکترین فشار ازش فرار میکنیم، با عبادتهای ما که اوج سراسر از ریا و عجب و گناه و تکبر و غرور و ریاست. خود دیندارم فکر میکنیم چی چیز داریم؟ چرا از عبادت الله غافلیم؟ چرا از روز جزا غافلیم؟ چرا ما را دنیا در خود غرق کرده؟ چرا این کلمات بسیار عظیم الله قلبهای ما را بیدار نمیکنه؟ هر روز 5 بار در مقابل الله قرار میگیریم. تنها در نماز پیشین 10 بار تکرار میکنیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. هیچ. پس باید قدری گپ را بدانیم، از الله فرار نکنیم، به طرف الله باز بگردیم، قیامت را فراموش نکنیم. این مفاهیم در ذهن ما وقت زنده بود. الله را خواهرشانه عبادت میکنیم، از عبادت الله خود لذت میبریم و او عبادت باز میتونه ما را به مسیر هدایت استقامت بده، میتونه ما را از منکرات و از بدیها دور بکنه.